مادر باردار ما فشارخون مزمن داشت، حامله شد. دو حالت داره. اگه از قبل کنترل بارداری، مشاوره قبل بارداری شده باشه، خب خیال ما راحته، چون میدونیم اقدامات تشخیصی ارگان‌های حیاتی انجام شده، اسید فولیکش رو گرفته، داروهاش به داروهای سیف چنج شده. ولی اگه با مادری مواجه بشیم که متاسفانه این کار رو انجام نداده و دچار یک حاملگی ناخواسته شده، باید تمام اقداماتی که در مشاوره قبل از بارداری باید براش انجام بدیم. پس بررسی دوباره قلب، چشم کلیه، تغییر داروهاش و کنترل خوب بیمار هست. خب ما برای مریضا چه داروهای سیف هست تو بارداری؟ معمولا بیشتر داروهایی که استفاده میکنیم در خانم‌های باردار با فشار خون، لابتولول هست خوراکیش، که البته ما تو ایران لابتولول خوراکی فعلا نداریم ولی داروی چوسی هست. متیل دوپا میتونیم برای بیمارمون شروع کنیم، حتی تا 3 گرم روزانه میتونه بگیره. هیدرولازین میتونیم برای بیمار شروع کنیم. نیفیتیپین میتونیم شروع کنیم. اینا داروهای سیف هستن. بقیه داروها بر حسب نیاز بیمار ممکنه شروع بشه. حتما از هفته 11-12 براشون آسپرین شروع میکنیم. معمولا دوز آسپرین لو دوز که حدود 150 یا همون 2 تا آسپرین 80 میلی میتونیم برای بیمار شروع کنیم. از طرف دیگه حول و حوش در زمانی که آنومالی اسکن انجام میدیم که از هفته 18 هست، میتونیم از هفته 16 تا 24 داپلر شریان‌های رحمی رو باید انجام بدیم. این داپلر شریان‌های رحمی یه سری اطلاعات رو به ما میده و اون اطلاعات اگه بیمارمون چند تا حالت میتونیم داشته باشیم. یا داپلر شریان‌های رحمیش نرمال هست، رشد جنین تا این مرحله نرمال هست، اینو بررسی رشد جنین رو از هفته 32 شروع میکنیم. هر 2 هفته یک بار بررسی رشد جنین میشه تا زمان زایمان، چون گفتیم یک از مشکلاتمون کاهش رشد جنین هست، بنابراین رشد جنین رو باید بررسی کنیم. پس اگه داپلر شریان‌های رحممون نرمال باشه تا اون موقع که ما مریض رو سونو میکنیم حدود 18 تا 24 وزن جنین ما خوبه، رشدش خوب باشه، از هفته 32 میایم رشد جنین هر 2 هفته یک بار چک میکنیم. اگه داپلر شریان‌های رحمی ما نرمال هست ولی وزن جنینمون کم هست، توصیه شده از هفته 24 و در بعضی از مراجع هفته 26 تا 28 بررسی رشد جنین هر 2 هفته شروع بشه تا زمان زایمان. حالا اگه داپلر شریان‌های رحم ما مختلس، یعنی چی؟ یعنی جریان کم مقاومت در شریان‌های رحمی ایجاد نشده، ما افزایش پی آی و ناچ دیاستولی در شریان‌های رحمی داریم. اینها رو باز 2 حالت داره، یا داپلر مختل با رشد خوب جنین یا داپلر مختل بدون با رشد کاهش یافته جنین. اگه داپلرمون مختل باشه و رشد جنینمون هم خوب باشه، باز اینا رو از هفته 28 هر 2 هفته یک بار بررسی رشد جنین انجام میدیم. اگه داپلر مختل باشه و رشد جنین هم کاهش پیدا کرده، جنین ما دچار ارلیانست آیوجار شده یا ارلیانست اف جار شده که این پروگنوز ما رو بد میکنه و حتی اتفاق نظر در مورد کنترلش وجود نداره، ولی به هر حال ما داروهاشو میذاریم، کنترل سرویلانس جنین انجام میدیم، ولی احتمال اینکه جنین با بتونیم یک جنین خوب تحویل بدیم کمتره و احتمال مشکلات ما بیشتره. یکی از عوارضی که حاملگی فشار خون مزمن رو تهدید میکنه، گفتیم اضافه شدن پریکلمسی یا پروتئینوریز. پس مادران فشار خونی باید هر هفته ازشون آزمایش ادرار برای پروتئینوری انجام بشه، درخواست بکنیم و به غیر از اون در هر ویزیت به جز کنترل وزن و فشار و فتال هارت حتما از نظر علائم سیویر باید مریض رو کنترل بکنیم که آیا سردرد داره، تاری دید داره، درد پیکاس داره یا نه، و این کنترل براش انجام میشه، چون احتمال پریکلمسی سوپر ایمپوست یا اضافه شده مسمومیت بارداری اضافه شده توش هست و اگه مسمومیت بارداری اضافه بشه دیگه بستری باید بکنیم. و درسته که فقط اضافه شدن مسمومیت اندیکاسیون ختم نداره، ولی احتمال اینکه ما زودتر مجبور بشیم ختم بارداری بدیم زیاده، چون احتمال عوارض بیشتر هست. و یک بس رشد جنین رو کنترل میکنیم، اندازه علائم سیویر بررسیش میکنیم. در مورد زمان ختمش، اگه مادر بارداری فشار خونی داره که بدون دارو کنترل میشه، حول و حوش 39-40 هفته میتونیم ختمش بدیم. اگه منتها با دارو کنترل میشه، حول و حوش 38 هفته، ولی با دارویی که مادر فشار خونی کنترل شده داریم، اختلال رشد جنین نداریم و به اصطلاح عارضه دار نشده. ولی اگه مریضمون فشار خونی باشه که با چند دارو به زور داریم کنترلش میکنیم، بین 34 تا 36 هفته ختمش میدیم. و اگه مادر روش پریکلمسی اضافه بشه و
یا اینکه کاهش رشد اضافه بشه، خب باز زمان خط متفاوته. میدونیم که پرکلمسی ما هول و هوش 34 تا 37 بر حسب سویریتش تصمیم به خط میگیریم، ولی مریض فشار خونی پرکلمسی ایجاد شده و کاهش رشد، خب به طب این عوارضش زیاده، حتما بستریه. بازم حدود 34 تا 36 خط میدیم، مگر اینکه یا مریض ما دچار سوپرایمپوز پرکلمسی یا شدید بشه، یعنی علائم سیویر پیدا کنه، تستای کبدمون مختل بشه، پروتئین رو مثلا پلاکتمون بیاد پایین و یا کراتینینمون افزایش پیدا کنه، دیگه این سیویر هست، باید ختمش بدیم. یا اینکه آیوجار باشه که اختلالات داپلر داره، اونم بر حسب اختلالات داپلرش تصمیم میگیریم. یا ابسنت هست، آیا ریورس هست، آیا پروفیلم مختل شده، بر حسب اونا تصمیم میگیریم. بس بنابراین در مریضای فشار خونی اهمیتش از این نظره که عوارض رو باید توش بررسی بکنیم، درگیرهای ارگان ها رو بررسی کنیم، هفتگی حتما از نظر ایجاد پروتئین و کنترل فشار خون تحت نظرشون بگیریم و زمان ختم مناسبش رو بر حسب علائم بیمار، کنترل فشار خون، داروهایی که میگیره و رشد جنین انجام بدیم. از طرف دیگه در مورد نحوه ختم هم باز میتونه زایمان طبیعی بکنیم، مگه اینکه آیوجار شدید کاهش مایع داشته باشه، اختلال داپلر باشه که در سنین پریترم بیشتر مجبور به سزارین میشیم، چون رایپنینگ سرویکس خوب انجام نمیشه، طولانی مدت طول میکشه، احتمال فتال دیسترس هست و در سنین های ترم میشه ابتدا اوسیتی کرد. اگه اوسیتیش مختل نباشه میتونیم زایمان طبیعی رو براشون انجام بدیم. منتها یک نکته اساسی کنترل فشار خون بعد از زایمانه. بعضی از مریضان ممکنه بعد از زایمان دچار افزایش فشار خون بشن، کنترلش خیلی مهمه. دیگه اینجا نیازی نیست که همون داروهای سیف رو تو بارداری بدیم، اکثرا مجبور میشیم که داروهاشون رو دوباره چنج کنیم به داروهایی که از قبل بارداری میگرفتن، به اینا بهتر کنترل میکنن. باز حتما هفتگی کنترل میکنه فشار خونشون رو و تا 42 یا 6 هفته بعد از پستپارتوم، حتی بعضی جا تا 12 هفته بعد از پستپارتوم توصیه شده که اینها سریال کنترل فشار خون داشته باشن، بخاطر اینکه دیده شده که بعضی از بیماران متاسفانه دچار عوارض، حتی رایز شدید فشار خون، حتی ابتلا به CVA شدن. بنابراین کنترل دقیق فشار خون خیلی اهمیت داره و فکر نکنیم که زایمان کرده همه چیز تحت کنترل. اینا متاسفانه احتمال عوارض بعد از زایمانشون هم زیاده که بعد از زایمان دیگه کنترل فشارشون رو به همکارای قلب میسپاریم و حتی ممکنه بعد از زایمان دچار سوپرایمپوز پرکلمسی بشن. بنابراین حتما بررسی سریال وضعیت مادر، بررسی اگه شک کردیم تستای پرکلمسی براشون خیلی اهمیت داره تا بتونیم سلامت مادر رو در بهترین حالت نگه داریم و از عوارض جنینی، نوزادی و مادر تا حد امکان پیشگیری